نعف عن أن نقول هذه الأمور، لكن هذا ما نقلته هذه الجاسوسة التي كانت في بيت المرشد الإيراني، والتي ضاجعت 100 مسؤول وفق قولها وفق تأكيداتها، 100 مسؤول في إيران، وكل اللي عملته إيران أنها سارعت إلى حذف مقالاتها المكتوبة أو موضوعات الصحفية المكتوبة سواء في وكالة تسنيم أو في موقع المرشد الإيراني علي خامنئي. تقول بأن المرشد الإيرانی منحرف جنسيا وأنه يميل إلى الأطفال أو إلى الرجال بعيدا عن النساء. اینکه در ایران چیز مخفی نیست، همه میدونن. Okay, I mean, the things that happen in the Hausa. چیزایی که در حوزه اتفاق میفته بعضی وقتا شبیه پارتی‌های لاس وگاسه. البته فکر نمی‌کنم این پارتی‌ها خوشایند باشه چون رضایتی در کار نیست. بذارید جدی باشیم. رژیم منحرفه و کارهای منحرف میکنه. And Khamenei. و خامنه‌ای این رو نادر به من گفت. چیزی نیست که خودم شاهدش بوده باشم. چیزیه که به من گفته شده. Was not into women but little boys. که اون اهل زن نیست بلکه به پسرای کم سن و سال تمایل داره. و گفتن این برام اصلا خوشایند نیست چون برای اون پسر بچه ها متاسفم. ظاهراً این یه چیز عادی در حوزه است، چیزیه که انگار باید ازش بگذری تا تو رو تو حلقه راه بدن. ببین شاید فکر کنی بحث رو عوض میکنم اما اینطور نیست. در وزارت اطلاعات در بخش سپاه دفتری هست که مخصوص خشونت جنسیه. اونها روش‌ها و ابزارهایی رو طراحی میکنن برای استفاده از خشونت جنسی تا اون چه که میخوان از یک فرد رو بگیرن.